چی از هر کس دست درازی میکنه. باز تکرارم که شوه میگم همین شخص نجویه و دختر از ادنکلاس که روش سیاه های نه صاحب علم شوه و نه صاحب زنی صالحه. بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطع بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بهونه کردن هم نمیتونیم. خیلی کس در اینترنت گفته است که برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. اینا دروغگو حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. اولا اظهار تسلیت میکنیم به فرزندای مرحوم. خداوند رحمت و مغفرتشون کنه و در بحبوحه جنت مستقرشون بگردونه. تقواشون، خدا ترسیشون، محبت خدا و پیغمبر در فرزنده و نبیروهاشون هم عملی بگردونه. واقعا زندگی همی است. خدای تعالی یک عمری را برامون میته، یک مهلت برامون اختیار میکنه. به خاطر آنکه بهانه جویی نکنیم تمام شرایط امکانات برامون فراهم میاره. چشم و گوش و حواسی نازنین خوب و همین نعمت‌ها را برامون عنایت میفرماید و در عوض از ما همین یک تقاضا و طلب داره. خدا را فراموش نکنید، شریعت گم نکنید، برای قیامت تو یک حاصل ببرید. الدنیا مزرعة الاخره او الدنیا جسر الاخره. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این دنیا یک زمین کشت آخرت است، یا دنیای کپر که هست که آمادگی میگیری و او برای بعد حیات جاویدانی و حیات اخروی سفر کردن و حرکت کردن. اونم خشا به حال کسی که وقتی که زندگی میکنه به قدر نعمتهای پروردگار میرسه و پاس میداره که وقتی که سفر آخرت اختیار کرد در جوار رحمت الله ذوالجلال قرار بگیرد. زیرا ما مسئول هستیم برای نمی تمام اعضای بدن ما مسئولیت داریم، در پیش خدا جواب میگیم. این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بیشک سمع، شنوایی، بصر، بینایی، این قلب نازنینه که در هر یک دقیقه 70 بار فشرده میشود. همین تصور کنید همین دست 70 بار هم فشار بده در یک دقیقه مانده میشود. شب و روز سال 12 ماه همین فشرده میشود. برای همه این میگه صاحبش مسئوله. از همه همین در پیش پروردگار ما و شما پرسیده میشویم. شنیدم که پیر پسر را به خشم ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه یک مسافر فرزندش نصیحت کرده است همین سیاست کرده که خدا جان تماس کنه که من تو را تیشه خریدم دادم که هیزم بشکنی برای زمستان آمادگی بگیری، نگفتم که تیشه را بگیری برای دیواری مسجد بزنی چپه کنی. و حضرت نصیحت میکنه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. همین زبان خدای تعالی به خاطر شکر و سپاس ما را داده است که یاد خدا کنیم، ذکر خدا کنیم، طاعت و عبادات کنیم، به همدیگر سخنای خوب و نیک بگیم. بهترین عبادت بعد فرایض الله داخل کردن خشنودی و سرور در قلب یک بنده مؤمن است. گذرگاه قرآن و پند است گوش، با بهتان و باطل شنیدن مکوش. این گوش های نازنین خدای تعالی به او خاطر داده است که پند شنو باشند، نصیحت شنو باشند، صدای تلاوت قرآن به او گوش کنی. برای شنیدن بهتان و غیبت و باطل نیست. ده چشم از پی سمع باری نکوست، زی عیب برادر فروگی را دوست. خدای تعالی چشمای نازنین داده است ما که سمع الله تماشا کنیم و شکرانه الله به جا بیاریم، نه اینکه فقط همه عیب جویی کنیم و عیبی برادر بکنیم و عیب جویی کنیم. کل اولئک کان عنه مسئولا. از تمام همه اشیا فردا روز قیامت ما و شما پرسیده میشویم. اینا ببینید همین آدمیزاد خاصیتش همین است که
همین یه لحظه اگر همین شکمبه که سیر شید بخوای نخوای یک کس قطعی معاشرت میکنی، به معاشرت نمیشوه. اگر به معاشرت میشید خداوند جفت خلق نمیکرد تمام مخلوقات. ما امکان نداریم. همین در ترما میگن همه جای وزنی ترین اما ادیناش نیکه میرای، اکثرش توب نمیورن دیوانه میشوند، کریشش میروه دیگه. خب اگر معاشرت که نباشه او ایستا آدم های پا میزنه. اما همون معاشرت باید طرزی کنیم که یک فایده و منفعت دنیوی و اخروی داشته باشه، گپی بیهوده نباشه، لاف گزافگویی نباشه. در جامع سنن امام ترمذی بر روایت از مادر مؤمنان ام حبیبه رضی الله تعالی عنها اومده است که میگه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت فرمودند کل کلام ابن آدم علیه لاله، هر سخنی که فرزند آدم میگه به مقابل خودش میگه، بر ضد خودش میگه، او با فایده و منفعتش نیست. ولی اون فیلم خارجی را ببینه وقتی یک کسی که پلیس میکپه میگه هر سخنی که بگوی با مقابل استفاده برده میشود. همین هر سخنی میگیم با مقابل مونه با فایده و منفعت مونه است. الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله تعالی. مگر سه چیز: امری به معروف، نهی از منکر، یاد ذکر پروردگار کردن. اینا فقط ثواب میارن به صاحبش، به مقابل صاحبش نیست. ولی الله عقل در این محفلای خیر در جای خوب کشیدیم، سعی تلاش کنیم که یک چند سخن هم که باشه از خدا و پیغمبر بگیم، پند نصیحتی بزرگوار رو یک بار دیگر تاکید کنیم. همین فرزند پدردار کسی را میگن که تعلیم تربیت را از خورده شنیده است، در ذهنش مانده است. او یکی نشنیده باشه او را بی پدر میگن. دیده هم یک کسی هم سفید به احترامی کرد میگن پدر نداشته است، بی پدره، یعنی بی تربیه. سعی کنیم شنیدگی اون را ببریم در خونه به فرزندان برسونیم. بسیار مهم است کار برادرای عزیز. ولی همین جای نگاه میکنیم غیبت، غرغر، سیاست هم بگیم غیبت میکنیم، تجارت هم بگیم غیبت میکنیم، حتی اگر هم یکون قصر هم بکنیم غیبت میکنیم، همسایه را غیبت میکنیم، رفیق غیبت میکنیم، برادر را غیبت میکنیم، خویش پیوندو را غیبت میکنیم، بیگانه را غیبت میکنیم. در ذهن موحد هنه میگذاره که غیبت گناه کبیره های. غیبت گناه کبیره های. کسی غیبت میکنه در جان خودش جور کرده است. سبحان الله. ولی همین در ماشین قصه خدا رحمتش کنه شیخ دوم عبدالرحیم اشتی رفت علیه رحمه. این مرد خدا واقعا همین تقواش مثل یک آفتاب درخشان بود. انشالله بعدی وفات شب اما نوری همون تقوا باقی موندگی است. در تاریخ خیلی آدم بسیار کم میگذرن، شاید اکثر تو میشناسینش. کسایی که نمیشناسه آگاه هسته که همین روزای نزدیک خدا رحمت مغفرتش کنه در روسیه وفات کردن، آوردن در همینجا گوراندن شد. یک قصه عجیب از داملای مرحوم شنیده ایم، باور کنه بسیار بسیار الحال هم گفتنشم به مورد است و برامون یک پند نصیحت هم میشود. حضرت قصه کردن که در ایرپورت دبی ایستاده بودم، دو جوان نزدم اومدن، جوانای تاجیک. گفتن شیخ ما طالب علم کمک ممکن اگر امکان علاج داشته باشیم. من میگم گفتم بچه من خیلی امکان علاج ندارم، شرایط ندارم، اما یک جایی میبرم تو که انشالله کمک تو میکنم. یک شیخ بد میگه همو این حضرت در همو پانگازی اشت بسیار یک مسجد و یک مدرسه زیبا ساختگی است. کسایی دیدین میدونن به نهایت زیبا با تمام شکوه و شهامتش. میگه گرفتم طالب علم را همراه هم نزد شیخ رفتیم، خوب قبول میکرد، مهمان نوازی کرد. بعدا میگه به خاطر همون ادامه کار مسجد به من $10,000 داد. میگه و او دو طالب علم $500 هدیه کرد. سال آیندهش همون دو طالب علم چون خریستن خونه همون شیخ رفتیان خیلی او عزت شو کرده است، برآورده $500 شون داد است. گفتیان ای شیخ برای چی تو یک فریبگری ماشینی که $10,000 میتی و ما طالب علم ما را $500 میتی؟
گفتاست خیلی نگن آخه او شیخ مسجد ساخته است برای خودش نه برای مسجد گرفته است. دروغ میگن. گفتاست او تاجیکای ما عادت شو همیه نعوذ بالله. یا ببینه خودشو ناکس نامرد با یک خلق یک ملت دیگر اینا میخوان سعی میکنن که داغ بگذارن. دیگه میگه او شیخ هم در استراب غلطیده است که ما بودو همین حقیقتا همین مشینیکو بسیارن که خیلی نیرنگ بزا تلفن کرد میگه گفت که میام تماشا میام. خیلی میگه یک کس هم تصدی کردیم از همین دوشنبه گرفتنش آوردنش یه سالای پیشتر های سالای شاید تا 2010 باشد آوردنش. میگه مردم استقبال گرفتن. وقتی چهرهای کشاده مردم دید نه مسجد دید مدرسه دید بسیار ذوقش کرد. گفت شیخ میخواهم یک طهارت تازه کنم. و میگه گفتیم مرحمت این مسجدهای بسیار زیبا مقصد طهارت خانه های زمانوی کردگیم. نگو میخواهم در خانه طهارت کنم. خیلی میگه بردمش خانم. خانه را یک به تعجب تماشا کرد. خانه هاش بیست همون خانه های همون صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با میگه یک دستوبه را دادمش یک افتوبه را برای طهارت کردن آب دست من نشانش دادم. واقعا میگه که ها همونجا برد مقصد که استنجای آب بکنیم ما مستحباب رو همونجا بکنیم. باید تعجب میگه گفت که شما حمام نداری حجت خونه نداری مقصد برای نمیگه. گفتم صحابه پیغمبر نداشتن ما هم همین تقلید به صحابه هم میکنم. عجیب میگه مستریب شید یک هیجان اومد. میگه نماز خونده برآورد میگه $10,000 در دستم داد که التماسی را در یگان جا صرف نکرد به خاطر یا حمام یا طهارت خونه کرد. شیخ اینا ببینه مرد خدا طالب علم گرفته است پیش یا شیخ برده است که به خاطر خدا کم کم دستگیری کنه. در عوض اینه که با میریم با بدگویی میکنیم غیبت میکنیم سخنهای قبیح میگیم بسیار فعلی بد است. فردا روز قیامت به خدا قسم جواب میگیم. انسان برای هر یک گپی میگفتگیش در پیش پروردگار جواب میگه. سعی کنیم که وقتی سخن میگیم مسئول باشیم بدونیم که این سخنها یا به فایده و منفعت مونه یا به زیان و ضرر مون. بسیار شخصیتی بزرگ بدن آخی آدمی بزرگ بدن که خیلی فرزندای خوب صالح تربیت کردن. فرزندای مؤمن و مسلمان نمازخوان و طالب علم تربیت کردن. انشالله وقتی که شخص از دنیا گذشته بعدی سری خودش صدقه جاریه علم نافع یا فرزند صالح باقی گذاشت نامش در صفحه زنده ها است. مرده از زنده چی فرق داره؟ مرده عمل کرده میتونه در صورتی که زنده عمل کرده میتونه در صورتی که مرده علاقه عملش منقطع شده است. اما وقتی که فرزند صالح باشد در حقش دعای خیر کنه در هر نماز در قعده آخر در حق والدین دعا کنه اللهم اغفر لی و لوالدی آخه اجر و پاداشی و عملا را در طبقهای نور میبرند نزد پدر و مادر نزد گذشته هاش تقدیم میکنن. وقتش خوش میشه و روحش بالیده میشه و در حقش دعای خیر میکنن. پروردگار بزرگ با شنیده عمل کردن برامون نصیب روزی بده. پدری ایشونی قدردین خداوند رحمت مغفرت کنه و در بحبوحه جنت مستقر بداریم. خداوند با ما زنده هارم غیرت بده شهامت بده که در طلب علم باشیم جویای علم باشیم. متاسفانه از علم آموزیده ما را اقلکی ما بسیار است. یعنی مشاهده میکنم از علم آموزیده اقلکی ما بسیار است. دین یک کس زنگ زده است میگه دوملو این شما گفته دسته که همین خضر علیه السلام به یک روایت گویا که دجال کشته است. هیچ خیلی ای اوه پیش پیغمبر مردگی ای پیغمبر گفته است که اگر به شرط خضر زنده میشید داره زیارت میکرد. ما گفتم همه گپ پتاگی جو فهمیدی که پیغمبر گفته است که اگر خضر زنده بشه داره زیارت میکرد. اوه عالمان میگن که دگجو میگن اینا اینترنت میگن آخه نشگری چوا ای بدبخت شما توهین نکنه شما دروغ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبنده پگه در پیش خدا جواب میگه. در کجا گفته است پیغمبر که لو کان حیا لزورنی نعوذ بالله. آخه این حدیث موضوع ای اگر وقتی به پیغمبر نسبتش میتن بعض انسان ها هم گپ گفتن که اگر زنده میشید پیغمبر از زیارت میکرد نه که همونا رو ما پیش خود گفتگی ها. اگر چند حدیثی صحیح نداریم اما ابن اساکر به 3-4 طریق
روایت کرده است. امام بیهقی در دلایل نبوت با چند طریق روایت کرده است حدیثی را که از انس ابن مالک باره میگه حضرت صلی الله علیه و سلم همراهمون در مسجد بود، منتظر فرض بامداد بودیم. از یک گوشه مسجد صدا یک دعای به گوشمان رسید. شخص با آب دیده دعا میکرد: اللهم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی. پروردگار را از تو کمک میخواهم با چیزی که سبب نجات ما میشود از آتش جهنمی که تو ما را خوف میتی از آن. و میگه حضرت انس بن مالک میگه من گفت که کبرا نزدش بگو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حقم دعا کنه، طلب استغفار میجوی. حضرت میگه تعجب کردم، اومدم گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرستاد که در حقش دعا کنی، طلب استغفار کنی. گفت برگرد به حضرت صلی الله علیه و سلم بگو که این الله فضله علی سایر الانبیاء کما فضل رمضان علی سایر شهور. خداوند فضیلت داده است محمد صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر پیغمبران، همچنانه که فضیلت داده است ماه شریف رمضان نسبت دیگر ماها. مقصد فضیلت مرتبه تا ای همه بالاتر ای. اگر چند حدیثی ضعیف است با چندین طریق روایت شده است، اما همون جاهلایی که دعوا میکنن که او اگر زنده میشد حضرت از زیارت میکرد، چی دلیل داشته باشند؟ حضرت وقتی درباره دجال گپ میزد چنان گپ میزد که صحابه میگن ما گمان میکرده که ای پشت همین درختای نخل ما را تماشا دارد. اگر حضرت یقین نمیداشت که خیز که انا مقصد همون دجال بدبخت هسته چی نمیکرد؟ انا ابن سیاد یهودی را گمان دجال نمیکرد. ما تاسفانه اینمی یکی چیزا نمیفهمیم، بلق میکنیم فلان ایتا میگه فلان ایتا میگه، همین دغل هم شوه هر کس نامعقولی خود چکنه، چی از هر کس دست دروزی میکنه. باز تکرارم که شوه میگم بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطعی بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بهانه کردن هم نمیتونیم. خیلی کس در اینترنت گفته است که برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. این هم دروغگوی حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. پروردگار بزرگ رحمت و مغفرت که مرحوم خداوند در بقعه جنت مستقرش بگرداند. پروردگار اعمال خیری فرزندان را به درگاه بی‌نیاز قبول فرما، در نامه اعمالش ثبت گردان و آخرتشون ساخت. خداوند امید و رحمت شفقتی تو داریم. مسلمان زیستن، مسلمان مردن، فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برامون نصیب بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظیم. مرده را گر تو بینی مردنت را یاد کن، دل زی دنیا برکن و عقبای خود آباد کن.
با مردن هیچ کس شاد مشو، زیرا که تو هم با وقت خود مرده شوی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. ترک ما کرده و به خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. مشو مغرور خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. مشو مغرور آن عمری که دو روزه بسر داری. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری. مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری. شب فرصت غنیمت دان بکش در طاعت خالق که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری. مباش امین که سیم و زر تو را نفع می کند در خاک. چی سود از سیم و زر دوست کفن در خاک پسر داری. شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند. شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند. کی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری. چی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری. انیس کو یار و دوستانت همه در خاک نی خاک. انیس کو یار و دوستانت همه در خانه
خاکم تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور آن عمره که دو روزه بسر داری خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد هوای نفس نباشد هوای تو باشد یا رب زیدری تو آنچه منی گدا میخواهم افزون ز هزار پادشاه میخواهم هر کسی دری تو یا رب هر کسی دری تو حاجت میخواهد من آمدم از تو را میخواهم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت ها ثواب این نعت های پرسوز و گدازی را که ایشان قاری امردین الحال زمزمه کرد ثواب این نان و طعام ها را که صاحبای این منزل و خاطر خشنودی و رضای تو آماده کرده اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار روح آن حضرت را از مسلمانان از امتانی که سعی میکنند تمام محفل نشستاشون سنتی باشد شاد و مسرور گردان و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحوم و شرکت کنندگان این محفل خیر برخوردار و مناسب گردان بعدا برسان به روح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات خاصتا به روح مرحوم ابای خدای نظر علیه رحمت خدای رحمت مغفرتش کن پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان خداوند فرزنده و نبیرهاش از جمیع بلا و آفات حفظ کن فرزنده صالح کامل محب خدا و پیغمبر به وایه برسون خداوند در منزل فرزنداش فیض و برکات خیش را نثار فرما پروردگار و عاقبت امور مون به خیر انجام ده که در هر حالت وضعیت باشیم مرگ فراموش نکنیم و یاد مرگ باشیم زیرا این مرگ آمده نیست در هر کدام ما را میکوبد انشالله شخصی که مرگ فراموش نمیکند خدا را فراموش نمیکند البته که به کلوار نمیرود به توشه نمیرود پروردگار عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك صحبت‌ها گفتم که بعد حضرت انس میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدم خبر رسوندم حضرت میگه به اصحاب مراجعت کرد گفت که میدونین که این کی بود گفتن نه گفت این خضر علیه السلام در مسجد نبوی این روایتی که در سنن امام چی در امام بیهقی را در دلایل نبوتش آورده است ابن عساکر در تاریخ دمشق این دیگه همه گبزن شده است و هر کس حجت یاب شده است دلیل یاب